بیا بعد آموزش بدم. اونایی که پرده مینیمال خریدن میخوان بشورن دوباره چجوری نصبش کنن. پرده رو میخوای بازش کنی، از پشت این گیر فلزی ها رو در میاری، یه انگوش میندازی پشتش، یکی یکی اینا در میاد. نیاز نیست این گیره ها رو در بیارید، فقط همین گیر فلزی ها رو به همین راحتی یکی یکی در میارید. خب وقتی پرده رو بازش کردید، برای شستشو حتما این هوکسای به اینا میگن هوکس، این هوکسای فلزی رو یکی یکی درش میاری که موقع شستشو اینا آهنه، زنگ میزنه، به غیر از اون گیر میکنه به تار و پود پرده رو خراب میکنه. بعد از اینکه پرده رو شستید، برفرض ما الان این پرده رو شستیم، میخوایم دوباره نصبش کنیم روی نوار پرده. چون که پرده چند وقت نصب بوده، این یه تیکش دفرمه میشه، جاش مشخصه. دوباره همون گیره ها رو یا میتونی با یه خودکار روش هم علامت بذاری، ولی جاش دفرمه میشه، جاش مشخصه. همونجا دوباره هوکسای فلزی رو نصب میکنی با همون فاصله ها، چه بخوای چه نخوای اون یه تیکه دفرمه شده، این یه تیکه یه ذره چروکه، پس جاش مشخصه. دوباره همون هوکسا رو میندازی سر جای خودش، پرده رو دستشین میکنی که راحت بری بالا. میری بالا چهارپایه، یکی یکی دوباره همون گیره ها رو جای خودش میندازی، مثل